A34 گوشی محبوب بین سری A و دوستداران سامسونگ. یک گوشی که به نظر من جای مانور داره و میشه روش به عنوان یک ابزار استفاده کرد برای کارهای هر کاری، حتی گیم، حتی اگه گیمینگه میشه از این گوشی سن یک استفاده فوق‌العاده کرد و همه چی رو رندر میکنه، هم رندر میکنه و میشه که عرضم خدمتتون با قیمت پایین کارهای متوسط رو به بالا ازش بهره برداری کرد. اگه که تو هم دوست داری در مورد این گوشی نسبتا جذاب اطلاعات کامل داشته باشی، تا آخر ویدیو همراه من باش. سلام دوستای خوبم، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. من امیر فرستم، یک چنل آپاراتی دارم. این چنل یوتیوبه که برای معرفی گوشی به شما دوستای عزیز و قیمت‌های خرید اون معرفی شده و اینکه قراره بهتره کنیم، فالو کنید، با من همراه باشید که در مورد گوشی اطلاعات بیشتری داشته باشید. اول از همه بریم سراغ صفحه نمایش و نرخ فریم ریت یا همون نوسازی خودمون. آقا یه صفحه نمایش 6.6 داره که یک ارزم خدمت شما سوپر AMOLED هست. AMOLED یا همون AMOLED که به نظر من یک LED و یک صفحه جذابیه. روی هر گوشی استفاده شده، فوق‌العاده عمل کرده و میشه گفتش که خدا رو شکر روی این سری گوشی A34 هم استفاده شده. اما نرخ نوسازی یا فریم ریت یا رفرش ریت. فریم ریت برای مواقعی که شما گیمری و میخوای بازی کنی، بازی به شما یه فریم ریتی میده. اما خود گوشی وقتی شما داری فیلم برداری میکنی یا هر کاری داری باش فیلم میبینی، حتی یا هر کاری میکنی، خود گوشی رفرش ریت داره. رفرش ریت یعنی اینکه به ازای هر ثانیه چند بار صفحه چیز میشه، نوسازی میشه، یعنی از اول دوباره بهتون نمایش داده میشه، ولی انقدر سرعت زیاده که وقتی شما صفحه رو بالا پایین میکنی، میزنی رو اپلیکیشنی وارد میشی، اصلا حس نمیکنی که این صفحه داره خاموش روشن میشه، چون خیلی سرعتش بالاست. و گوشی کلا گوشی ها رفرش ریت ها از 30 ای بابا چرا من اینجوری شدم 30 هرتز هستش تا برو خیلی بالا. و گوشی A34 از رفرش ریت 120 هرتزی پشتیبانی میشه که واقعا میشه گفت روی این گوشی یک چیز فوق العاده ای به حساب میاد. اما بریم سراغ رزولوشن این گوشی که 1080 در 2340 است. من تا این توپو نظرم درست میشه. به نظر من تا همینجای ویدیو همراهم بودی، لایک رو بزن، فالو رو انجام بده، یعنی فالو رو بزن، جزو ما بشی، ساب بزن، برو بریم برای ویدیو. آقا یک پردازنده داریم ما اینجا، یک پردازنده فوق العاده رو A34 هست که میتونه برای عملکرد روزانه، یعنی شما یک کاربر عادی هستی، کار بانکی داری، هر کاری، گوشی رو میتونی به صورت کاملا بهینه سازی شده از این گوشی استفاده بکنی، به دلیل اینکه هیچ مشکلی برات پیش نمیاد و با بالاترین سرعت و پایین ترین قیمت از این گوشی میتونی استفاده بکنی. خدا رو شکر تو سری A این گوشی جزو تقریبا بهترین هاست. اما بریم سراغ پردازنده این گوشی، سراغ حافظه داخلی پردازنده رو که قسمت پیش گفتیم. حافظه داخلی و رم این گوشی با رم 6 و 8 وارد بازار شده، یعنی 12 نداره، 4 هم نداره، 6 و 8 فقط، و با حافظه داخلی 128 و 256 پشتیبانی میشه که میشه گفت رو همه گوشی سری A داره از این ویژگی استفاده میشه و جزو ویژگی ها
و مفاد خوبه گوشی به حساب نمیاد دیگه، چیز عادی و ارزم خدمت شما که منطقی هستش. بریم سراغ باتری و آپدیتی که قراره به روی این گوشی انجام بگیره. به نظر من یک گوشی بسیار بسیار فوق‌العاده است تو رنج خودش و رقبای خودش دو قیمت هولوش 13 تا 18 تومن که میتونه گزینه مناسبی باشه برای حتی گیمرها، حتی یعنی کسایی که کاراشون گیم، مثلا کال آف دیوتی، بازی سنگین کال آف دیوتی رو میخوان اجرا بکنن. این گوشی از یه باتری 5000 میلی آمپری پشتیبانی میشه که باعث میشه شما به راحتی هر اگه کاربر عادی باشی تا چندین روز هم از این گوشی استفاده بهینه رو داشته باشی. و اما بریم سراغ آپدیت و سیستم عامل. این گوشی هولوش فکر میکنم 2.5 تا 3 سال پیش، شاید هم 1.5 تا 2 سال پیش وارد بازار ایران شده. این گوشی با اندروید 13 وارد شده ایران شده و در حال حاضر که من دارم صحبت میکنم اندروید 14 روی گوشی آسیو 4 قابل نصبه. اندروید 15 هم الان که دارم صحبت میکنم اومده، یعنی گوشی های سری S همه دارای اندروید 15 هستن. اما این گوشی هم طبق گفته سامسونگ قراره که آپدیت 15 اندروید 15 رو بگیره و سیستم عامل یا همون رابط کاربری این گوشی از سری 6 بره به سری 7 که این یک چیز جذابیه برای این گوشی و میتونیم بگیم که همچنان این گوشی پابرجاست و بدون هیچ مشکلی قراره برای کاربران بریم سراغ مقاومت این گوشی در مقابل گرد و غبار و آب و از اینجور حرفا که زیاد پیش میاد. البته که اگه کسی بخواد گوشی رو بندازه تو آب واقعا یک حرکت بیعقلی محسوب میشه، اما چیزی که خود سامسونگ طراحی کرده اولا که در مقابل گرد و خاک بسیار بسیار مقاومه، وگرنه دچار لک بعد ممکنه گاهی داغ شدگی قرار بگیره. بنابراین روش یک سیستمی تعبیه شده که گرد و غبار به صورت مستقیم روی قطعات این گوشی تأثیری نمیذاره. اما میتونید از این گوشی به مدت 1 ساعت به عمق 1 متر، به مدت نیم ساعت به عمق 1 متر از این گوشی استفاده بکنید در زیر آب، یعنی 1 متر زیر آب باشید و 30 دقیقه از این گوشی استفاده کنید. اگه عمق آب بیشتر بشه به گوشی فشار میاد، ممکنه بشکنه یا قطعات بشکنن داخل گوشی. اگر هم که بیشتر از نیم ساعت زیر آب باشید احتمال اینکه گوشی بسوزه و فاتحه گوشی خونده بشه هست. البته قبلش هم فاتحه خوندنش هست، احتمال اینکه فاتحه گوشی خونده بشه، ولی خب طبق گفته سامسونگ نیم ساعت قابل استفاده است زیر آب. اگه که همچنان ادامه ویدیو رو داری میبینی واقعا دمت گرم، بی زحمت ما رو ساب بکن، عضو خانواده ما بشی. بریم سراغ بخش جذاب دوربین گوشی. این گوشی خدا رو شکر یک دوربین 48 مگاپیکسلی داره که میشه گفت میشه باش عکسای قشنگی گرفت. این گوشی داره یک لرزشگیر اپتیکال هستش که واقعا اگه روش استفاده نمیشد جای بسیار بسیار نقد کردن این گوشی رو داشت، اما خب خدا رو شکر روش لرزشگیر اپتیکال OIS رو کار بردن. حالا اینکه لرزشگیر اپتیکال OIS چیه تو ویدیوهای بعدی زیر مجموعه همین آسیو 4 قراره که بهش پرداخته بشه. اما در همین حد بدونید که لرزشگیر اپتیکال کارش اینه که شما وقتی دستت میلرزه با کمترین تاری عکس رو به شما تحویل بده. یه دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی داره که ای کاش یک مقداری میشه گفت، البته روی این رنج قیمت به نظر من اولترا واید 8 مگاپیکسلی رواله و جوابه، ولی خب به نظر من جای نقد کردن داره که چرا 8 مگاپیکسل. برای عکس برداری ارزم خدمتتون که اولترا واید کلا کارش اینه که مناظر وسیع، یعنی خیلی بزرگ عکس بگیره، که یکی از مناطق وسیع میتونیم اشاره کنیم به کوه و جنگل و دشت و دریا. یه دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلی داره، بد نیست روی این گوشی که ماکرو کلا به این کار میاد که از روی اشیاء ریز عکس بگیرید، عکس با کیفیت بگیرید. ولی خب بود و نبودش تو این گوشی آنچنان فرقی نمیکنه، به دلیل اینکه با این گوشی فکر نکنم کسی بخواد با دوربین 5 مگاپیکسل از اشیاء ریز عکس بگیره، ولی خب دیگه تعبیه کردن دستشون درد نکنه. اما بریم سراغ دوربین سلفیش که واقعا یه دوربین شاهکاره. 13 مگاپیکسل قدرت دوربین سلفیشه، به نظر من دمش سامسونگ هست، همینجا کف کف کف. بریم سراغ ویژگی‌های این گوشی.
این گوشی دارای حسگر اثر انگشت هستش، دارای NFC و از اینترنت 5G هم پشتیبانی میکنه. اگه که به نظر شما ویژگی های دیگه هم این گوشی داشت که تو این ویدیو بهش اشاره نشده، لطفاً داخل کامنت ها بنویسید. بریم سراغ قسمت نقاط قوت و ضعف این گوشی که اصلا چه نقاط قوتی داره چه نقاط ضعفی داره. در کل که میشه گفت به دلیل اینکه باتری 5000 میلی آمپری روی این گوشی در قبال این باتری که داره عمر مناسب و خود باتری هم داخل این گوشی یک عمر مناسبی رو برای کاربرش داره که به نظر من میشه جزو نقاط قوتش گرفت. یک صفحه نمایش با کیفیت داره که روانم کار میکنه. من خودم تست کردم این گوشی رو روی حالت عادی، گیم هم تست کردم، همه اینا تست شده است. صفحه نمایش کیفیت عالی داره، یعنی کسی که کارش فیلم دیدن و بانکی و کارهای روزمرگی هست به نظرم این گوشی فوق‌العاده به حساب میاد. دوربین اصلیش به دلیل اینکه کیفیت این اپتیکالش، یعنی دستگیر اپتیکالش با کیفیت خیلی بالا عرضه شده و ارائه شده، میتونیم جزو نقاط قوت این A34 بدونیم. و قیمتی که نسبت به امکاناتی که به شما میده، قیمتی که داره و نسبت به امکاناتش به نظر من بهینه است. یعنی کسی که داره هزینه میکنه و این گوشی رو خریداری میکنه عملاً سود کرده و برد کرده. اما بریم سراغ نقاط ضعف این گوشی که متاسفانه یه عملکرد خیلی ریزی، عملکرد خیلی پایینی توی بازی‌های خیلی سنگین داره، مثل کال آف دیوتی موبایل. اگه شما کال آف دیوتی موبایل رو بخوای روی گرافیک های باش بازی بکنی، گوشی رو یعنی گوشی رو داریم بازی می‌کنی دچار لگ زدگی میشه. علاوه خصوص که دو سه نفر شاتگانر چیزام بیفتن جلوت و بخوام به چلیک بکنن، یه معنی واقعی همونجا فریز میشی. دوربین ماکروش هم عملا میگم به نظر من نیازی نبود روی این گوشی ماکرو بذارن، ولی گذاشتن. حالا که گذاشتن چرا کیفیت پایین گذاشتن؟ البته باز هم اهمیت خاصی نداره. من تو سایت های زیادی نگاه کردم که نوشتن دوربین ماکرو کیفیت چندان بالا نداره. به نظر من اصلا تو این گوشی دوربین ماکرو اهمیتی نداشت تا بخواد کیفیت بالا باشه کیفیت پایین باشه. به نظر من خود این که اصلا دوربین ماکرو گذاشتن روی گوشی خودش مزیت به حساب میاد تا اینکه بخوایم حساب بکنیم. بریم سراغ عملکرد این گوشی هنگام بازی. آقا بازی خیلی عادی، مثلا چه میدونم هر بازی غیر از کال آف دیوتی فورتنایت، یعنی غیر از بازی های بتلی، یعنی بتل داشته باشه 100 نفر پلیر تو بازی باشن، بازی آفلاین که خوراک این گوشیه. یعنی اگه که با این گوشی میخوای برای بچت بخری بازی آفلاین انجام بده هیچ مشکلی نداره، هیچ لگی نمیزنه، شارژش هم خیلی قشنگ نگه می‌داره. این گوشی قدرت اینو داره حتی بازی متوسط با کیفیت بالا بیاره برات و اجرا بکنه بدون داغ شدگی و خالی کردن زود شارژ باتری. اما من این گوشی رو توی بازی کال آف دیوتی تست کردم، یعنی بقیه بازی بتلی مثل فورتنایت و نمیدونم فری فایر و اینا هم تست نکرده، فقط تو کال آف دیوتی من اگه یعنی گرافیک این گوشی رو بیارم رو لو، گوشی بهترین رفرش ریت یا فریم ریت رو به شما میده و میتونید با این گوشی فوق العاده کار بکنید. اما اگه این بازی رو هایت یا تقریبا مدیوم باشه یه لگ ریزی میزنه و دچار داغ شدگی هم میشه. بریم یه قسمت که همتون دنبالش بودید، تو تایتل هم نوشته شده. آیا ارزش خرید داشتن، یعنی ارزش خرید داره یا نه؟ بله 100% ارزش خرید داره. قیمتش تو بازار چنده؟ در حال حاضر الان که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید این گوشی 13 تا 16 تومن 128 شه و 15 تا 18 تومن هم 256 شه. من یه اشاره ریزی به این بکنم که چرا این قیمت ها اینقدر نوسان داره. برای خیلی سوال پیش اومده، حتی تو اقوام هم من میبینم میپرسن چرا این گوشی مثلا اینقدر تلرانس داره، یه دونه 128 آبی با 128 قرمز چه فرق میکنه؟ اینو که من حقیقتا جوابی ندارم براش. خب لااقل یه فرقی میکنه دیگه، مثلا قرمز خوشگل تره، این یه مورد رو براش جواب ندارم. ولی اینکه 13 تا 16 تومن مثلا 128 فقط رنگش نیست،
علاوه بر رنگش رمش هم هست، یعنی مثلا یه بار شما 128 ممکنه با رم 6 بگیری، یه بار با رم 8 بگیری. خود اینم فرق میکنه. از اون مهمتر پکیه که صادر میکنه این گوشی رو، یعنی شما میری گوشی رو بخری، بهترین پک حاضر دنیا ویتنامه که حتی از هندم ارزون تره، ولی از هند کیفیت بیشتری داره، بالاتری داره. و این داشتن پک ها رو قیمت گوشی تاثیر میذاره. یعنی شما گوشی که مثلا بگیری 128 و 6 و نمیدونم پک عراق و رنگ مثلا گلبهی که مثلا زیاد نیست و کسی زیاد خریداری نمیکنه، ممکنه شما مثلا 13 تومن حتی 12 یا حتی 11 تومن هم بتونی خریداری بکنی. حتی 11 تومن دارم میگم، یعنی مثلا 13 تومن پایینتر نداریم، ولی ممکنه بتونی، یعنی جایی باشه یه مغازه فروشی موبایل فروشی باشه بتونه این رو مثلا با قیمت 11 12 تومن به شما بده. اما مثلا وقتی شما می رنگ مشکی مات میگیری، رنگ تیتانیومی میگیری، رنگ زرد میگیری، اینا رو میگیری، یک قیمت نجومی رو گوشی میندازه که ممکنه 128 رم 6 رو هم حتی به نزدیک 15 تومن برسونه. چه برسه به رم 8 رم 8 رو که شک نکن اگه پکش ویتنام باشه 16 تومن به بالاست. بریم سراغ یه جنبندی ریز داشته باشیم. گوشی A34 حدود 1.5 تا 2 ساله که وارد شده. البته اول ویدیو هم گفتم شاید هم 3 سال، نمیدونم دقیقش رو نمیدونم. یه گوشی نسبتا قوی هستش، سری A، رتبه خوبی داره به نظر من. کاربری با کار کردن با اون خیلی راحته. اگه کاربریتون به صورت روزمرگی و روزانه است هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. با قیمت پایین تر اگه بتونید این گوشی رو خریداری بکنید به قول معروف گل زدید. اما بریم اینکه یک مزیتی که این گوشی داره و تو مزیت‌های تو اواسط ویدیو من اشاره نکردم بهش، این نقطه قوتش اینه که شما تو شب هم بتونید از دوربین کیفیت بالاش استفاده بکنید و تو شب یک عکس فوق‌العاده‌ای به شما تحویل میده. خیلی خوشحالم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگه از این دست ویدیو هم خوشتون میاد لایک بکنید، کامنت هم بذارید، حتما بی زحمت سابسکرایب هم بکنید که عضو چنل بنده بشید. خیلی خوشحال میشم که یک عضو دیگه به چنل من اضافه بشه. در حال حاضر 25 تایی هستیم. خیلی خوشحال میشم که بیشترم بشیم. دمتون گرم، تا دیدار دیگر، بدرود.